کتابی پلم شده، کتابی مهر و موم شده برای فروش. کاری نداریم حالا من این کتاب رو تو کجا دیدم، اصلا کاری با اون نداریم. ولی یک سوال: آیا یک کتاب رو وقتی که یک نویسنده می نویسد برای چی می نویسه؟ این کتاب رو برای این می نویسه که مهر و مومش کنه و هیچ که نخونش؟ کتاب رو برای چی و به چه دلیلی می نویسند؟ خب الان حتما یه دردتون میاد میگید آره آقا این کتاب نمیدونم مثلا یهودیه، این پر از طلسمه، پر از فلانه. باشه، پر از طلسم، ولی خب این طلسم و این جادو و این جنبل رو باید این کتاب خونده بشه یا نه؟ حالا 50 تا هم مهر داشته باشه، ببینید داره مهراش هم نشون میده، اصلا 50 تا هم مهر داره. چرا یک کتاب باید پلم شده باشه؟ اگر پلم شده باشه خب کی میتونه این کتاب رو بخونه؟ چه ارزشی داره؟ نظر شما چیه؟